اگر ایمان نآورد حاجتی آنها رو دعوت کردن به نماز نیست. برای آنکه ایمان نداشته باشه از کجا نماز میخواند؟ از کجا سری تعظیم و سری سجده به پیشگاه الله تعالی میبیارد؟ چگونه طهارت میکند وقتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان ندارد؟ صفتی طهارت را از کی میآموزد؟ بنابراین گفتن که اگر در مسئله توحید، در مسئله شهادتین که رکن اساسی دین مقدس اسلام است، اسلام با 5 چیز بنا شد. بنای اول شهادت دادن به یگانگی الله تعالی که غیر از الله تعالی دیگه معبودی بر حق نیست، و شهادت دادن به رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که جناب محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله و بنده الله هستند. اگر در این موضوع، اگر در این مسئله تو را اطاعت کنند، سپس برای آنها نماز را تعلیم. این دلالت میکند که شخص معلم، شخص عالم، شخص دعوتگر به مردم درجه به درجه میفهماند، نه اینکه از پایان فهماند. اول ترک سیگریت کشی و ترک ناز کشی را تعلیم دهد و بعد آداب و اخلاق را تعلیم دهد و بعد از آن روزه را تعلیم دهد و بعد از آن نماز و بعد از آن توحید. نه، اول توحید، اول ایمان، اول عقیده، سپس نماز. وقتی که یگانگی الله تعالی را قبول کرد، پیغمبری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را قبول کرد، بعد برای آنها خبر ده که الله تعالی در یک شبانه روز بر ذمه آنها 5 وقت نماز را فرض گردانیده است.